هرچی لباس برده. سلام بچه، حالتون چطوره؟ خوش اومدین به یه ویدیو دیگه خفن. من موینیکسی هستم و داخل این ویدیو قراره که بریم بچه ها سم‌های یلدایی با هم دیگه ببینیم. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. قراره که بریم یه ویدیو خفن ببینیم با هم دیگه. همونطور که دارم میبینم رو صفحه ویدیو سم میاد خودش. و قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، لایک کامنت سابسکرایب فراموشتون نشه. بدون هیچ حرفی و معطلی بزنیم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بچه بریم سراغ اولین ویدیو. اولین ویدیو بزن بریم. یه شب چله دیگه گذاشتم و تو هنوز مو نکاشتی. حاجی پشما، این چی بود دیگه؟ حاجی تو سرش انار چیده بود. حاجی پشمام، دیگه سمتر از این دیگه نداریم خداییش. و دیگه آرایشگرا دیگه مو نمیکنن، انارم میکنن. حتما این پیج این آرایشگرا حتما واسهتون میذارم، به این پیشش کارش حرف نده. واسه یلدا کله اناری واسهتون، مو کله اناری واسهتون میکاره و قیمتش هم پایینه. واسهتون میتونم تخفیف هم بگیرم. حالا یک کسی خواست داخل کامنت حتما بگید تا واسهش بگیرم. بزنیم سراغ ویدیوی بعدی. یلا شده باز دوباره دل واسه خنده. بجی پشمام. ولی دیگه بچه من دیگه نمیدونم اینشو که اینطوری هست یا نه. دیگه سم بود دیگه خودش هندونه، یه جوری هندونه بخواد که شبیه کاسه توالت نباشه، از سنگ توالت ببخشید بچه ها. و دیگه داداش اون مشکل توه دیگه، چرا میزه به هم دیگه؟ چی بگیم دیگه؟ یه داشت دیگه هندونه بود دیگه، اشکال نداره. بزنیم سراغ ویدیوی بعدی. ست یلدایی خوشگل. من قرمزش رو پوشیدم، ایشون سبزش رو پوشیده. این کار سایز بندی از 36 تا 48. خیلی تنخوار خوشگلی داره. قیمت 588. حاجی پشما، حاجی این چیه؟ رفته ست یلدایی پوشیده قرمز و سبز. مگه سالاد 3000 هم اینطوری نیست؟ چیه دیگه خدایش؟ با لباس دیگه شوخی نکنیم. چیه دیگه دون قرمز و سبز و حاجی پشما. حاجی این چی بود دیگه سمتر از این دیگه ما نداریم دیگه اینا چه محصوله؟ آخ داداش کی میخره اینو؟ یه خدایش دیگه یک کسی اینو بخره دیگه خیلی خره. چیه؟ ستش یلدایی قرمز. آخه واسه یه شب آبرو خودتو بری خدایش نمیصرفه. من خودم همچین کاری رو نمیکنم و پیشنهادم نمیکنم کسی انجام بده. واقعا هم آبروش میره و هم زشته و هم دیگه میشه سالاد 3000 دیگه. چی بگیم بالا؟ شما داخل کامنت یه چی به اینا بگین دیگه. آبرو هرچی لباسنو بردن. بزنیم سراغ ویدیوی بعدی. نوشته به زودی در سراسر کشور شاهد این صحنه و با این آهنگ خواهیم شد. بچه این آهنگ از تغییر نکرده و یه چیزی رو تو میگن یا آخ تو شب یلدای منی. بچه این آهنگی چند سال هستش، یعنی یک کس تازه همین یه آهنگ یلدایی نخونده و یه آهنگ دیگه بخونید عوضش کنید. بریم ادامهش ببینیم چی میشه. تو شب یلدا حاجی پشمام داداش. یه چیزی مثلا کاری به اون لباس تو، دماغ تو، لب تو، اون رژ لبی که زدی، اون موهایی که گذاشتی نداری. فقط اونا رو چجوری در آوردی؟ یا با چی درست که این نکنی داداش؟ تو خودت همینطوری هستی ادا در آوردی. چی بگیم دیگه؟ اون فکر کنم داداش تو برعکس انجام دادی، ریشا رو گذاشتی و دیگه همین دیگه یه ریش فقط گذاشتی واسه خودت دیگه. اونا فکر کنم داشتی از قبل دیگه. دنیا رو نگاه اینستا سمتر از این خدایش دیگه نیست. بزنیم سراغ ویدیوی بعدی.
سلام دوستان، مشتری عزیز ما فرمانیه تشریف آوردن برای شب یلدا براشون شیمیان زدیم با انار. تشریف بیا جلو. انار سابه کار کردیم، اینجا گوششون رو پرسینگ کار کردیم با دونه‌های انار، روی پیشونیشون به خاطر اینکه جلوه بیشتری داشته باشه دونه‌های انار کار کردیم، داخل گوششون هم اینور پرسینگ مدرن کار کردیم با دونه‌های انار. امیدوارم لذت برده باشید. نظرت چی عزیزم؟ خیلی فوق‌العاده شده واقعا. خیلی ممنونم ازت. متشکرم که اینجا رو انتخاب کردید. مرسی عزیزم. حاجی حداقل کاسه گذاشته تو سرش، موهاشو ریخته داخلش انار گذاشته. آخه داداش خودت چی دیگه این کار کرد؟ انار گذاشته واسه پرسینگ. خدایا این اینستا رو یه کاری بکن دیگه. سما رو خدایش دیگه سمتر از این دیگه ما نداریم. حاجی این چیه گذاشتی وسط پیشونی؟ انارا رو گذاشته داشت مگه جا قطعیه؟ اون کاسه رو میذاشتی سر همون سفره یلدا، هرچی میذاشتی سر سنگین تر بود خدایش. این چیه گذاشتی داخل سرت؟ 3 تا انار گذاشتی شبیه جمون نشده دوستان؟ اگه شبیه جمون شده داخل کامنت ها بنویسید جمون که اناری. بزنیم سراغ ویدیو بعدی. شب یلدا وقتی 2 کیلو انار دون کرد. حاجی واقعا همینه، یکی از بدترین شباست. نه بدترین شبا نیست، بدترین چیز همین دون کردن اناری که موچ میشه آدم و میماله به دستش و صورتش و دیگه خیلی بده. خب بچه این هم بود از ویدیو آخر و دیگه این سمتر از اینا دیگه نداشتیم و دیگه اگه شما سم دیگه در مورد یلدا میگن بچه سما دیگه 2-3 روز دیگه میاد. من یه هفته قبل از اینکه یلدا شروع بشه اینا گذاشتم و دیگه سمترش دیگه سمتر از اون زنی که اون لباسا رو پوشیده بود دیگه نداریم. خودش خانم دیگه خدا کنه این لباسا رو بفروشه و دیگه ما نبینیم دیگه تبلیغ بکنه که آبرو هرچی لباس رو برده. ما پایین عوض که سم رو دیدم. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه بچه‌ها. و اینم بود از آخرین سم. ما دیگه سمتر از اینا نداریم خودش. و اگه دوست این پارت بعدی بذارم واسهتون داخل کامنت ها واسم بنویسید و لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه واسه یه ویدیو دیگه. فعلا